سلام علیکم بینندگان گرامی، با شما هستم یوسف گلریزی و اینجا برنامه سر یک پیاله چای. مهمون امروزه ما هستند اکمل جمعیف، اکتور، رژیسور، سراینده و اینچنین رپر و از 550 هنر میریزد. سلام علیکم، خوش آمدین اکمل جان. تشکر که قدر بعد برنامه ما شروع کردین. اکمل، سرغم با مخلصات چی گفتنی هستی؟ گفتنی هستم که زنده باشین و سلامت باشین و همه وقت با ما باشین. اکمل جان، تبریک میکنم که پیشوسکا نو کردین. رحمت. 2022 کردین. 2022 پیشوسکا 2021 از 2022 چی فرق میکنه؟ هیچی، پروسه سوال علیش فقط میشه. موی سر علیش میشه. هم سوال علیش میشه، موی سر. هم پیشوسکا. بسیار خوب. اکمل جان، میگذاریم با سوال هایی که ما برای شما آماده کردیم طولی چند دقیقه. کلیپ ایکینو چی فرق داره؟ کلیپ ایکینو نه مثال میگیریم، کلیپ لوبوی خیل کرده میشه. مثال کادر از هر جا میزنی، مثال ای فانتزی رژیسور وابسته است. کینو را یگان کار کرده نمیشود، برای که کینو ای سناریو داره. طبق سناریو باید سناریو کتره باید آخر و اول و باین داشته باشد. کلیپ ای چی فانتزی باشد، ابی بلند یعنی اشروس نیامکا کنی مانتاژ کنی تمام. منظور شما کلیپ‌های استرادی مثلا پلاک اینو هستن یا که کلیپ‌های حجوی که مثلا در یوتیوب هستن؟ چه مثال؟ مثلا کلیپ‌ها چند نمونه میشه. کلیپ‌های حجوی میشه که هر چیزی که میخوان مثلا حذف میکنن، شوخی میکنن تو اینکه دیگر را بخندونن یک لحظه یا که مثلا نمیدونم بعد فراموش نشه، برایشون فرق نمیکنه. نه هستن کلیپ‌هایی که مثلا دیر باز میمونه در خاطر در انسان‌ها. اگه وقتی که خود در خاطر انسان ها موند، این کلیپ های سناریو دار میکنی رنگ کینو که همون اگر شروع کنی، اگر گویی که در خاطر نموند ابیشنی کلیپ یعنی پروستا کادر میکنی تمام میپرد. ده او در خاطر کم میمونه. زندگی در کینو چگونه است اکمل جمعه؟ چه خودو در کینو چه خیلی حس میکنی؟ وقتی که زاپیسی کامera میگیرن خیلی من حس میکنم که همه آدم هستن، آدمی که در نقش بازی میکنه. بله. من فکر نمیکنم که من بعضی وقتا میتونین که بعضیشون بعضی وقتا میتونین که یک رئیس یک شرکت این بله من میگم که من رئیس شرکتم تمام یا من کم بغلم تمام. احساس چگونه میشه؟ احساس سخت میشه وقتی زیقی گریه میبیاد، احساسی که این قدر دارایی داری مثلا بعد امو وقتی که بس توپ کردم میگم که کم بغلم. اگر رولی رئیس بازی کرده باشم. برن از آن چی؟ مثلا وقتی که بعد از این که سیون کارا میکنی و بعد برن میره مناسبت مردم در کینو چگونه هستن مثل که در برن چگونه هستن؟ فرق اینا خیلی هر خیلی هستن. من مثال خودم کتی همه یک خیلی هستن، اکنون دیگر رو نمیدونم. تشکر. چرا که در فیلم های شما سرمایه گذاران نیست؟ مثلا در دیگر فیلم ها نگاه میکنی نگاتیف و اونایی که سرمایه گذاری میکنن میرون، مثلا در برای که شما همکاری داری ندارین چرا؟ من چند تشکیلاتی گفتم همکاری کنم و یا بسیاری بعد طلب میکنم. من مجبور شدم که نیمی کینو را من فقط رکلام کنم و من این خیلی مقبول نیست. برای همین من کتی با همکاری نمیکنم. چی را از خود کینو دا میکنم و خودم میکنم پیش یام که سرخم نه. یعنی که طلب هایی که رکلام هست مثلا 30 ثانیه مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه در رفت نوار میشود که خیلی در روزی نمیشم و یا 40 مینوت کینو دیگر باید برای می بلگاوزنی و برای ماشین رکلام کنی دیگر کینو معنیش میگذره. مثلا اینجا بود که من با تراب پارنم تو میدونی که از تراب پارنم میبلای فلان فیرما جزیر میشه. بله بسیار خوب. آیا فیلم فرام خانه کننده هستن؟ مثلا که میتوانن که تماشابینم خانه کنن؟ بسیار وقتی که منم فیلم بازی میکنم کم میتوانیم، برای که ما مبلغ کم داریم. نه همه با معقول میشه فیلم ما. 50% مردم دا معقول میشه. 50% مردم دیگر خیلی گپ زنی بزر میگوین دیگر چیزا رو همش پول کم باشد کینو هم 100% نمیگیرن. میشه که ما در یک سال 2 کینو نگیریم 3 کینو نگیریم و مبلغ او را جمع کنیم 1 کینو بگیریم تا اینکه
میشه نه که بی‌فایده، برای که فایدهش نیست. فایدهش در همون یوتیوب این قرد میبیاد که هم زپ رفته خوردن میشه. مقصد که ما اگر که استیم سالار کنیم یک سال به فایده پلیس فراموش میکنن هم چیزی که میپرتیم مثلا. بله بسیار خوب. نظر امروزی خلق با سینمای تاجیک پیش چی نظریه داشتن، امروز چی نظر دارن؟ تفاوت بین اینا امروز خیلی که پیش گفتم 50% مردم سینمای تاجیک دوست می‌دارن، از ببینن هم از 100%، 10%ش واقعا تماشا نمیکنن، نه سرودای تاجیک نه سینماشا. باید 30% دیگه‌اش بدبینی میکنن. کامنتاری بدید. بله. ما حتما میخونیم ورا. خب یک رگوی سر میخیزم بو میشینم. نظر هنرمندو با تماشابینی که با مخلصاشون چگونه؟ ما مخلصامون دوست می‌داریم و حقارت هم کنند، گپی خوشم نویسن با همشون یخیلی، برای که هر کس فکری خودشه میگوید. مثلا چیزی که ما داریم و دیگران ندارن، چیزی که ما داریم ما نداریم. بله نه هر کس به فایده کسی و یا سپورت کردن مثل فکری خودت گفتن بهتره. اکمال چرا که شما 5-5 رو در دهن می‌دوزید؟ مثلا هم ریپ میخونید، هم سرایندگی میکنید، هم اکتوری میکنید، هم رژیسوری میکنید، هم سیناریستی میکنید. یعنی 5-5 شد. چرا مثلا که برای شما دشواری نمیاره دمیج؟ نه، برای که همین شو بیزنس داخل میشه. مثلا شما وقتی ریپ کم میخونم، من وقتی خوب دارم هوا دارم 4 ساعت همه در بگیریم اگر من نمیدونم در یک سوتکه 4-5 ساعت خواب میکنم. باقی مونده ایرم از صرفی کار ایجادیات. بسیار خوب. در سال 2022 انا بگذار از سال 21 سال که کدام کینوها اولی به نمایش داده نشده است و کدام فیلم ها را در 2022 میخواهی که ثبت کنی؟ فیلم سولیناو، فیلم دراما با گلدانه علیرضا رفیعی کردگیم 30 مینوته، اون فیلم برایت، بعد فیلم کلام، فیلم شهید. اینو کی میبرن نصیب کنم؟ سولیناو با سولیناو بسیارتر میخواستم که فیلم شهید تیزتر شهید بعد سولیناو شهید بعد سولیناو از 2019 سر کردیم تا 2022. بله خیلی خودم در فیلم هست. بسیار طولانی کشید. چرا این فیلم اینقدر طولانی میکشه؟ مثلا که خیلی میشود که در یک هفته سیون کم میشه، در یک ماه سیون کم میشه. مخصوصا همین فیلمی که ما سینر نوشتم چه در 4 سال چه با 4 سال در باید جور کنیم. بعضی چیزا هست که همون چیزا را یافته نمیشود، بعد فیلم میمونه. حسابی محصولات نبودن. بله همون. تشکر زیاد اکمال جمایف. سرودها چیه بعد 2022؟ سرودها نوانیق. یعنی که وقت برای سرود جدا نشد. نه تشکر. یک بار دیگه خوش آمدین تماشاگران گرامی. این بود برنامه سر یک گلچه. بمون باشید. ما حتما کوشش میکنیم که سوالهای جالب و هنرمندای جالب و این چنین میخواهیم که یک برنامه جذاب برای شما داشته باشیم تا اینکه شما خسته نشین از دیدن چنین برنامه‌ها. مهمان امروزه بودن اکمال جمایف. رحمت. تشکر. رحمت.